قبل از شروع این ویدیو باید بگم که این ویدیو قرار راجع به انرژی خالص و مثبت خرداد ماه باشه. بنا به این قضیه ما باید به این نکته دقت داشته باشیم که 2 مورد مهم باعث میشه همه خردادی‌ها مثل هم نباشن. شماره 1، آدمی پیچیده تر از این حرف است. خرداد ماهی ها فقط خرداد ماهی نیستن. درست شنیدید. وقتی یه خرداد ماهی توی یه ساعت خاص از خرداد به دنیا میاد، این خورشید هست که توی نشان خرداد ماه. پس بقیه سیاره ها چی؟ این مورد بیشتر زمانی خودش رو نشون میده که به عنصر ماه تولد شخص هم توجه میشه. مثلا اینجا عنصر خرداد هوا هست و هوا مربوط به ذهنه و هر جرم آسمونی و سیاره‌ای که مربوط به ذهن و مغز و افکار فرد هست هم مهم میشه که البته اینجا عطارد رو داریم. شماره 2، آدم توی شرایط خاص، خانواده و جامعه خاص، آداب و رسوم خاص و طرز فکر خاص هست که به دنیا میان و بزرگ میشن. ما خرداد ماهی خوب داریم، خرداد ماهی بد هم داریم. پس به خاطر همین دلیل است که میبینیم خرداد ماهی ها هم عین بقیه نشون ها مثل هم نیستن. و اما بریم سراغ ویدیو تا دیر نشده. سلام، خوش اومدین به شما عزیزانی که این ویدیو رو الان میبینید، قراره ببینید یا در آینده خواهید دید. این ویدیو راجع به خصوصیات مثبت خرداد ماهی ها هست. همونطوری که میدونید خرداد 3مین ماه از سال با عنصر غالب هوا، نشان اول از سگانه برج های عنصر هوا یعنی خرداد، مهر و بهمنه. خرداد توی کارت های تاروت کارت عشاق یا همون The Lovers رو داره و سیاره حاکم بر اون عطارد هست که با شناخت همین سیاره توی استرولوژی به کلی اطلاعات خوب راجع به خرداد ماهی های راز نگهدار میتونیم دست پیدا کنیم. اون برای بعد. اما توی این ویدیو قراره به خصوصیات مثبت خرداد ماهی ها پرداخته بشه. نگران نباشید، خصوصیات منفی هم دارن که به اونها در آینده خواهیم پرداخت. مورد اول و بسیار مهم از خرداد ماهی ها که خیلی از اخلاقشون از همین خصوصیتشون سر میزنه، هوش سرشار اونهاست. خرداد ماهی ها خیلی توی یادگیری سریعن. توی چیدن پازل ها و حل معماها سریع عمل میکنن و به راحتی میتونن اسرار و رازها رو بفهمن. خرداد ماهی ها ذهن تیز و حافظه قوی دارند و معمولاً توی مدرسه شاگردای قوی هستن. درسایی مثل فیزیک و ریاضی که پر از رابطه است برای اونها خیلی جذابه. اونها توی زندگی همیشه دنبال پیدا کردن حقیقت و جواب سوالاشون هستن. ذهن اونها تا حدی درگیر میشه که مثلا میبینیم یه وقتایی دنبال اثبات وجود خدا با استفاده از علوم فیزیک و ریاضی میرن. البته این به این معنی نیست که خرداد ماهی ها همش توی ذهنشون گیر کردن یا اجتماعی نیستن. اتفاقا برعکس. اینجاست که میریم سراغ مورد بعدی از خصوصیات خرداد ماهی ها که میشه اجتماعی بودن اونها. خرداد ماهی ها استاد ارتباط برقرار کردن با دیگران هستن. اصلا احتمال اینکه یه خرداد ماهی به خاطر همین اخلاقش به شهرت برسه زیاده. خرداد ماهی ها توی سخنرانی، خوانندگی، مجریگری، مشاوره و هر چیزی که مربوط به داشتن صدای رسا و دلنشین بشه خوبن. اونا قدرت سخنوری بالا و البته توانایی شنیدن دیگران رو به خوبی دارن. در رابطه با اجتماعی بودن یه فرد چی از این میتونه مهمتر باشه؟ همه اطرافیان همیشه عاشق اونها توی جمع میشن و دوست دارن همیشه به خرداد ماهی ها گوش بدن یا از اونا مشاوره بگیرن. اینجاست که میرسیم به مورد بعدی، یعنی راز نگهدار بودن اونها. اگر شما جایگاه خاصی تو زندگی یه خرداد ماهی دارید، باید بدونید اون شما رو از قبل شناخته و با تمام خوب و بدتون آشنایی کامل داره و شما رو همون جوری که هستید پذیرفته. ولی این نباید عاملی بشه که دیگران به خودشون اجازه بدن به حدی با اونها راحت باشن که به اونها بی‌احترامی کنن. خرداد ماهی ها به خاطر ارتباطات قوی که با دیگران برقرار میکنن، به علاوه هوش سرشارشون باعث میشن که دیگران بهشون اعتماد زیادی داشته باشن. یه خرداد ماهی مثبت هم محرم اسرار، هم سنگ صبور دور و بریاش میشه و به اونها به خصوص در ارتباط با مسائلی که توی روابطشون دارن کمک میکنه. یه خرداد ماهی مجبور ساعتها وقت برای راه حل دادن و حرف زدن و گوش کردن بگذرونه، چون استعداد ذاتی این کارو داره. و اما مورد بعدی انعطاف پذیری زیادشون هست.
دیدین نشون خرداد رو به صورت دو پیکر، دو چهره یا هر چیز دوتایی دیگه ای نشون میدن؟ یا میگن خرداد ماهی ها زود مودشون عوض میشه؟ حالا اگه یه خرداد ماهی سریعا انرژی خودشون مثبت کنه، آیا بازم این خصلت بدیه؟ خرداد ماهی ها خیلی بسازن. توی هر شرایطی مثبت ماجرا رو میبینن و حتی توی آدما. اونا به این اعتقاد دارن که هر اتفاقی توی زندگی خودشون یا اطرافیانشون میفته حتما یه دلیل خوبی داره. ذهن اونها به وجود قوانین توی این جهان اعتقاد داره. به خاطر همین هر اتفاقی رو تصادفی نمیبینن. همین عوامل باعث میشه از اونها غر زدن و نق زدن راجع به شرایط رو نشنویم. اونا توی هر شرایطی سعی میکنن زیبایی رو ببینن. اگه نتونن شرایط رو بهتر کنن، خودشون رو بهتر میکنن. اگر توی وضعیت سخت قرار بگیرن، سریعا و خیلی صادقانه از خودشون میپرسن که چرا این اتفاق براشون افتاده، کجا اشتباه کردن، چه درسی رو میتونن از این وضعیت بگیرن. به خاطر همیناست که میگیم یه خردادی مثبت انعطاف پذیری بالایی داره. یادتونه گفتیم خرداد ماهی توی شرایط سخت نقاط مثبت رو میبینه؟ پس بپردازیم به مورد بعدی. خرداد ماهی از یه سوراخ دوبار نیش نمیخوره. اینا چه ربطی به هم داره؟ الان میگیم خدمتتون. سناریو: فرض کنید یه خرداد ماهی رو داریم که یه کسب و کار خیلی خوب داره. کلی براش تلاش کرده و حالا میبینه به بار نشسته. یه روز صبح از خواب بیدار میشه و میبینه یه زلزله، البته دور ازشون، اومده و کل یوم زحمتشون نابود کرده. اینجا اون خرداد ماهی رو داریم که زودتر از همه ماهای دیگه دوباره سر پا میشه. دوباره از نو شروع میکنه. نقطه ضعفای خودش و کارشو میسنجه و این دفعه کاری میکنه که دفعه بعد اگر اتفاق مشابهی افتاد اینجوری ضرر نبینه. همین عامل باعث میشه خرداد ماهی ها خیلی زودتر از دیگران درساشون رو یاد بگیرن که این مهمترین عامله برای مورد بعدی. خرداد ماهی ها در طول زندگیشون خیلی تغییر میکنن، البته در جهت مثبت. وقتی تو کسی باشی که اتفاقای زندگی رو یا برکت ببینی یا یه درس برای یاد گرفتن، همیشه یه چیزی داره بهت اضافه میشه. حتی موقعیت هایی که واقعا شکست و عامل نابودی حساب میشن هم یه چیز ارزشمند بهت اضافه میکنن. این یه خصلت فوق‌العاده ارزشمند برای خرداد ماهی هاست. اونا دیروزشون مثل امروزشون نیست و امروزشون هم قرار نیست که مثل فرداشون باشه. انعطاف پذیری بالاشون هم توی بدترین شرایط باعث میشه عین شاخه ترخم بشن اما نشکنن. و اما مورد مهم بعدی که بهش زیاد اشاره کردیم و الان میخوایم بازش کنیم اینه: دیدن نور در تاریکی. همین الان توی داستان کوتاهی که تعریف کردم اگر یادتون باشه گفتم خیلی زود سر پا میشن. واقعا چند درصد از آدما وقتی یه اتفاق اینجوری براشون میفته فروپاشی شخصیتی بهشون دست نمیده. خیلی از آدما حتی به جایی میرسن که به خاطر زخمی که خوردن بقیه چیزای دیگه‌ای هم که دارن از دست میدن. از جدا شدن از همسر و فرزندانشون تا گرفتن تصمیم اشتباه مالی و غیره. چون حقیقتاً شرایط سختیه. اما یه خرداد ماهی نه. حتی میتونه ادعا کنه شنیدن میگی طرف بعد اون اتفاق آدم سابق نشده؟ آره نشدم، بهتر شدم. من از به چالش کشیدن خودم خوشم میاد. اما این همه از اخلاقای مثبت خرداد ماهی ها گفتیم، بریم بپردازیم به اخلاقای مثبتی که توی روابط رمانتیکشون دارن. یکی از خصوصیات خیلی مهم خرداد ماهی ها یار گرمابه و گلستان بودن با پارتنرشون هست. شما اگه تونسته باشید دل خرداد ماهی رو به دست بیارید و پارتنر احساسیش باشین، میبینین که چطوری ساپورتتون میکنه. دختر و پسر هم نداره. اونا پارتنرشون رو نه یک بار نه دو بار بلکه بارها و بارها از خطرات نجات میدن. این هم به خاطر هوش سرشارشون. میگید چجوری؟ عرض میکنم خدمتتون. اونا کل شرایط دور پارتنرشون رو آنالیز میکنن و همه دامها و خطرات رو برای خودشون، شریک احساسیشون و رابطهشون حتی قبل از اتفاق افتادن خنثی میکنن. البته نه به صورت فیزیکی. به چه شکل؟ با برملا کردن وضعیت‌های پشت پرده. اونا توی شرایط سخت نور رو میبینن و به شما هم نور رو نشون میدن.
اونا چون شما رو از اول خوب شناختن میدونن چی دوست دارین، از چی بدتون میاد، چی شما رو هیجان زده میکنه و چی باعث چندشتون میشه و همه این موارد رو رعایت میکنن. زیبا نیست؟ خیلی زیباست. بله، این بود از ویدیو ما راجع به خصوصیات مثبت خرداد ماهی ها. راستی تا حالا با چند تا خرداد ماهی در ارتباط بودین؟ راستش دوست ندارم ویدیوها طولانی بشه و حوصله شما عزیزان سر بره. در آینده موضوعای جذاب بیشتری راجع به خرداد ماهی ها داریم و کلا نجوم استرولوژی رو بهش میپردازیم. پس با من همراه باشین. تا به زودی.